جهان یه شبکه عظیم از اطلاعاته. از اتم‌ها گرفته تا ستاره‌ها. همه چیز در حال تبادله. اما یه نقطه هست که هر چی واردش میشه دیگه بر نمیگرده. سیاهچاله. ما همیشه فکر میکردیم پایان همه چیزه. اما اگه یه درگاه باشه چی؟ یه پورت USB کیهانی که جهانها رو به هم وصل میکنه. سیاهچاله ها مرگ ستاره ها هستن. وقتی یه ستاره میمیره، خودش رو در خودش فرو میبره. اونقدر فشرده میشه که حتی نور هم راه فراری نداره. افق رویداد مرزی بین بودن و نبودنه. جایی که فضا و زمان خودشونو فراموش میکنن. اما یه راز بزرگ است. اگه سیاهچاله همه چیز رو ببلعه، پس اطلاعاتش چی میشه؟ قوانین فیزیک میگن اطلاعات هیچ وقت نابود نمیشه. پس اگه سیاهچاله اونا رو میبلعه، باید جایی دوباره ظاهر بشن. شاید جایی که هنوز درکی ازش نداریم. استیون هاکینگ نظریه تبخیر سیاهچاله ها رو مطرح کرد. اون با معرفی مفهوم تابش هاکینگ، ریشه های باور ما در مورد این هیوله های گرانشی و لرزوند. اما اون چیزی که واقعاً فاش کرد، یه تناقض کوانتومی عمیق بود. فیزیک کوانتومی میگه اطلاعات از بین رفتنی نیست. پس اطلاعات ماده‌ای که میفته تو سیاهچاله باید یه جوری باقی بمونه. هاکینگ گفت این اطلاعات به شکلی مرموز روی افق رویداد، یعنی مرز سیاهچاله، کد میشن. تصورش کن، یه هارد دیسک کیهانی که نه تو عمق بلکه روی سطحش هولوگرامی از هر چی بلعیده رو ثبت میکنه. اگه اطلاعات همراه با اون تابش ضعیف هاکینگ کم کم به بیرون نشت کنه، این یعنی شاید سیاهچاله ها فقط یه چاله تاریک نباشن. شاید دروازه هایی باشن برای انتقال حافظه کیهان، یا راهی برای تبدیل اطلاعات به یه شکل جدید و ابدی. برخی فیزیکدانها این ایده رو به قلمروهای دوردست کیهان میکشونن. اونها میگن این دروازه‌های اطلاعاتی شاید به جایی کاملاً متفاوت متصلند. شاید به یک کرمچاله، تونلی در تار و پود فضا زمان که نقاط دوردست جهان رو به هم گره میزنه. این نظریه کرمچاله ها رو با سرنوشت سیاهچاله ها پیوند میزنه. شاید ورودی کرمچاله همون سیاهچاله‌ای باشه که ماده رو فشرده میکنه و خروجی اون یک سفیدچاله باشه که در جای دیگه از کیهان انفجار اطلاعات رو آزاد میکنه. این یعنی سیاهچاله نه یک گورستان ابدی، بلکه یک پل میان ستاره‌ای هست. یک مسیر برای جاودانگی اطلاعات در برابر نابودی ظاهری. نظریه کرمچاله ما رو به یکی از جذابترین و عجیبترین ایده های فیزیک کوانتوم میرسونه. اصل هولوگرافیک. برخی فیزیکدانا گفتن شاید کل جهان ما خودش روی سطح یک سیاهچاله عظیم نوشته شده باشه. یک هولوگرام عظیم و بی‌نقص از واقعیت. این ایده میگه که تمام اطلاعات سه‌بعدی و حتی 4 بعدی جهان ما در واقع بر روی یک سطح 2 بعدی در مرز کیهان ما کدگذاری شده. این مثل این میمونه که ما در یک اتاق 3 بعدی قدم میزنیم، اما تمام جزئیات وجود ما روی دیوارهای اتاق به صورت داده‌های مسطح حک شده باشند. شاید ما فقط داده‌هایی هستیم روی صفحه‌ای که ذهن کیهان ساخته و هر سیاهچاله کوچک تنها تایید کننده این حقیقت بزرگ هست. با این دیدگاه،
اگر جهان ما یک هولوگرام باشه که اطلاعاتش در جای دیگه ذخیره شده، پیوند عمیقی با آگاهی ایجاد میشه. ساختار جهان به طرز شگفت‌آوری شبیه مغزه. شبکه‌ای نورون‌های مغز و شبکه‌ای کیهانی کهکشان‌ها هر دو با الگوهای مشابه به هم وصلن و از قوانین شبکه‌ای واحدی پیروی می‌کنن. شاید آگاهی فقط اثر جانبی ارتباط این نقاطه. تبادل اطلاعات در این شبکه‌های عظیم. شاید هر سیاهچاله یک نورون از ذهن کیهانه که اطلاعات رو ذخیره و پردازش می‌کنه و ما فکرها و داده‌هایی هستیم درون اون ذهن بی‌نهایت که برای لحظه‌ای به واقعیت تبدیل شدیم. اینجاست که فیزیک و فلسفه به هم میرسن. سیاه‌چاله‌ها شاید پایان مطلق نباشن. اون چیزی که ما از نابودی میفهمیم شاید فقط یک تغییر حالت باشه. شاید اونها درگاه‌های اتصال واقعیت و حافظه‌های زنده کیهان هستن. محفظه‌هایی که اصل بقای اطلاعات رو با گرانش آشتی میدن. هر چیزی که به نظر میاد از بین میره، هر ذره‌ای که بلعیده میشه، شاید فقط مسیرش رو عوض میکنه. به یک بعد دیگه یا به یک حالت رمزگذاری شده در افق رویداد. نه سرنوشتش رو، چون در کیهان اطلاعات ابدی هست. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه ما بودید سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید.